با نگاهی به برخی احادیث از محمد و آل محمد شروع کنیم. ما امام احمد حسن را داریم. اول از همه او فرمود که از پرشیا یا فارس 1000 سلمان بیرون خواهد آمد. بنابراین ما 1000 سلمان داریم که قرار است از ایران خارج شوند. بدیهی است که افراد زیادی در آنجا هستند که ایمان دارند، ایمان حقیقی دارند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روایت دیگری فرمودند افرادی که بیشترین بهره را از اسلام دارند مردم فارس هستند. پیامبر اکرم هنگامی که این آیه را تلاوت فرمودند و اگر روی بگردانید قوم دیگری را جایگزین شما می کند که مانند شما نخواهند بود. برخی از مردم از او پرسیدند این آیه جایگزینی درباره چیست؟ ما اعراب قرار است با چه کسانی جایگزین شویم؟ او دستش را روی شانه سلمان فارسی گذاشت و فرمود این مرد و قوم او. سوگند به آن کس که جانم در دست اوست، اگر ایمان به ستاره های آویزان بود مردانی از پرشیا آن را به دست می آوردند و اینها برخی از روایات قابل توجه هستند.